سلام دوستان، پختن و سرخ کردن غذا با ایرفرایر خیلی آسونه. من امروز قراره باهاش یه ماهی خوشمزه تنها با یه قاشق غذاخوری روغن بذارم بپز و سرخ بشه. تازه میتونید هیچ روغنی هم اضافه نکنید. حالا اول بریم سبزی پلو رو بار کنیم و بعد بریم سر وقت ماهی. 2 پیمانه برنج خیلی آروم بدون چنگ زدن میشوریم و بعد 1 بند انگشت از سطح برنج آب اضافه میکنیم. و حالا به میزان لازم مقداری نمک و بعد به میزان 200 گرم سبزی پلو خرد شده اضافه میکنیم. میدونی وقتی اول آب برنج رو اندازه میزنی و بعد سبزی اضافه میکنی سبزی پلومون نرم دست میشه، یعنی موقع خوردن میتونی با دست خیلی خوشمزه سبزی پلو با ماهی رو نوش جان کنی. به میزان 4 الی 5 قاشق غذاخوری روغن اضافه میکنیم. و حالا میذاریم برنج ما با حرارت متوسط رو به بالا بپزه و آب برنج کشیده بشه. حالا تا سبزی پلومون به جوش بیاد ماهیامون رو میشوریم و به قطعات کوچکتر تقسیم میکنیم. Take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up. سبزی پلو به جوش اومد، اون رو هم میزنیم. ظاهراً به سبزی بیشتری احتیاج داره که مقداری شوید خشک اضافه میکنیم. دوستان من فراموش کردم همراه سبزی سیر هم به برنج اضافه کنم. حالا یه بوته سیر رنده شده اضافه میکنم و به آرومی با برنج مخلوط میکنم. و حالا میذاریم با حرارت متوسط رو به پایین برنج ما دم بکشه و آماده بشه. بعد از اون میریم سراغ ماهیامون. برای مزه‌دار کردن ماهیا نمک و فلفل و زردچوبه به ماهیامون اضافه میکنیم. و حالا ماهیامون رو داخل ایرفرایر و یا همون هواپز قرار میدیم. فقط اینکه من فراموش کردم آب لیمو به ماهیامون اضافه کنم. شما حتما این کار رو انجام بدین. بعد از این مرحله با توجه به صفحه‌ای که داره ماهی رو انتخاب میکنیم. خودش دم و درجه رو تنظیم میکنه و ماهی رو میپزه و سرخ میکنه. خب عزیزان، ماهی خوشمزه ما خیلی راحت و آسون و سریع آماده شد. دوستان شما میتونید گوشت، ماهی، مرغ، پیتزا و حتی کیک رو هم با ایرفرایر درست کنید. دوستان مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. امیدوارم از آشپزی امروز خوشتون اومده باشه و ویدیو رو لایک کرده باشید. مرسی از همه شما. تا یه وقت دیگه، خدا نگهدار.